سلام خدمت شما همراهان عزیز. بنده محمد دورآبادی کارگردان سریال دامپزشکان هستم. خواستم ابتدا تشکر ویژه کنم از شما عزیزان بابت حمایتی که با ارسال پیام‌ها و دلگرمی‌هاتون در پیج سریال در اینستاگرام و یوتیوب برنامه ارسال کردید که یکی از اونها رو میشنویم. سلام، خسته نباشید. میخوام تشکری کنم بابت این سریال قشنگتون. فیلمی که تا الان تو کشور ما ساخته نشده. ممنون از برنامه قشنگتون. خدا نگهدار. این شما و این قسمت دوم سریال دامپزشکان. و باز هم بیمارستان دامپزشکی تهران، جایی که هر روزش با یک فریاد خاموش شروع میشه و با یه نفس راحت تموم. در این قسمت از سریال دامپزشکان 4 قصه دیگر رو میبینیم. پرنده‌ای که به خاطر کنجکاوی مسموم شد، سگی که با یه پرش ساده دیسک کمرش رو پاره کرد، گربه‌ای که خون در مدفوعش نشانه یک بیماری بود و سگی که ماه‌ها بعد از یک جراحی نادر چشماش هنوز حرفی برای گفتن داشت. اولین قصه از جنس پر و کنجکاوی است. نبات، عروس هلندی حدوداً 2 سال و نیمه که گاهی تو خونه آزادانه میچرخه. خیلی شیطونه دیگه، خیلی چیزا رو گاز میزنه میخوره. یه چیز جدید تو خونه کشف کرد، یه گل مصنوعی اکلیلی بوده. دقیقاً همین کنجکاوی و شیطنت باعث مسمومیت نبات شده و حالا کارش رو به بیمارستان کشونده. دکتر وثوق، دامپزشک پرندگان، بعد از معاینه دقیق از روند درمانی نبات میگه. کاری که باید برش انجام بدیم یه سرم تراپی باید برش بذاریم، چون این پرنده الان نمیتونه غذا رو ببله، خب نمیتونه هضم داشته باشه، آب نمیخوره، غذا نمیخوره و اون مقداری هم که میخوره این مرتب داره استفراغ میکنه و برمیگردونه. برای همین قطعا ما نیاز به سرم تراپی داریم. بخشی از درمانش هم شستشوی اندام ارگان‌های داخلیشه، دستگاه گوارشش، معده‌شه که باید شستشو بهش بدیم که این اجسام خارجی که خورده رو بتونه دفع کنه. جالبه بدونید که در صورتی که این شستشو و سرم تراپی پاسخ مثبتی به روند درمانی نبات نده، باید مورد یک روش پر ریسک تر قرار بگیره. یه مواقعی هم مجبور میشیم به در نهایت حتی جراحی، ولی خب چون جراحی ریسکش خیلی بالاست توی پرنده، ترجیح میدیم از راه‌های سهل‌تر استفاده کنیم برای درمانش. بعد از این سرم تراپی، نبات باید چند روزی رو تحت همین روند درمانی قرار بگیره به امید اینکه حالش یکم بهتر بشه. و حالا سری میزنیم به بخش جراحی، جایی که دکتر معادی، پزشک جراح بیمارستان، مشغول معاینه یک سگ 5 ساله است. سگی که به دلیل یه شیطنت ساده تو خونه دچار پارگی دیسک شده و منتظر یک جراحی سخته. بین مهره‌های L1 و L2 میبینیم که تو این ناحیه دیسک پاره شده، اینجا به سمت راست و تو این ناحیه بیشتر به سمت مرکز کانال هم حتی اومده. اکستروژن دیسک اتفاق افتاده اینجا. بیماری‌های تقریبا شایعی هستند، حالا لزوما همشون احتیاج به جراحی میتونن نداشته باشن،
ولی خب اونهایی که دچار اکستروژن میشن یا پارگی میشن و مواد دیسک خارج میشه به سمت نخاع فشار میاره، دیگه ما گزینه غیر از جراحیشون نداریم. حتما بایستی به صورت جراحی تخلیه بشه اون دیسکی که پاره شده. طی معایناتی که انجام شده با سی تی هم که گرفتیم تایید شده و الان می‌خوایم بریم برای انجام جراحیش. دیسک به سمت راست پاره شده ولی به سمت مرکز کانال هم تو سی تی ما دیدیم که اومده. یه قسمتی از مهره رو برمی‌داریم، فشار رو از روی نخاع برمی‌داریم، نخاع رو دکامپرس می‌کنیم و در نهایتاً اون قسمتی از دیسک که خارج شده و داره به کانال نخاع وارد شده، نخاع رو تحت فشار قرار داده، اون دیسک هم خارجش می‌کنیم. دیسکو برمی‌داریم. اتاق عمل خیلی سریع آماده میشه تا پنی مورد جراحی قرار بگیره. با توجه به زمان بر بودن جراحی پنی، سر میزنیم به بخش اورژانس بیمارستان. کنجد، گربه 10 ساله که به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده. یه 2-3 ساعت پیش توی مدفوعش خون دیدم، خاطر همین نگران شدم و آوردمش کلینیک. سلام، وقتتون بخیر. بفرمایید. کنجد؟ کنجد چند کیلو کنجد؟ چی کار داره؟ کنجد توی مدفوعش من خون دیدم. یک مرتبه؟ نه، یه 2-3 باری مثلا توی هفته گذشته دیدم. خب غذاش چیه؟ چیزی خوره. چند وقت داره میخوره؟ یه سال هست. 1 سال. قبلش چی؟ چه غذایی؟ قبلش غذای تر میخوردن، بیشتر خودمون میخوردیم. ماما چرا عصبانی تو؟ آره اینجوری نمی‌کنه. ماما نترس کنجد. در نگاه اول دکتر رحمتپور متوجه اضافه وزن کنجد میشه. 2 تا مطلب. یکی این که این حیوان بیزار اضافه وزن داره. اینم معمولا برمیگرده به نوع تغذیه‌ای که داریم بهش میدیم. غذای خوش خوبه میخوره. خب گربه بهتر در کنار غذا خوش غذا ترم بخوره، به خاطر هم داستان مثانه با کلیه. این با توجه به سنش احتیاج به یه آزمایش کامل بیوشیمی داره. این وضعیتی که میگن بیشتر انتهای مدفوعش چند روز دارین خون میبینین، این احتمال زیاد میتونه مربوط به روده بزرگش باشه. شاید التهاب روده بزرگ یا مثلا کولیت باشه. خب حالا این برای اینکه دقیق تر تشخیص بدیم بهتره یه سونوگرافی بشه. اون آزمایش هم برای سلامت کبد، کلیه، حالا قند، کلسترول، چربی، اینا حتما بهتر انجام بشه و انشالله من حالا اگه ببینم تایید شد همین کولیتش، براش دارو میذاریم، این قضیه حل خواهد شد انشالله. ولی یه ذره باید حواستون به وزنش باشه و حتما از این به بعد سالیه وار این آزمایش رو باید بدیم براش. جالبه بدونید ممکنه برخی از حیوانات در مسیر تشخیص و درمانشون آرامش نداشته باشن و روند درمانی رو برای تیم درمان سخت‌تر کنه. بذار منم کاشو نگه دارم. عصبانی نشو کنجد. اصلا به خشونت نیست. یه الیزابت برش بذار. نترس. سرانجام برای جلوگیری از پرخاش‌های کنجد از گردنبند الیزابت استفاده میشه. حالا من بهتون میگم چیکار کنید. خب نه اما نمیشه. اصلا من نمیتونم. نه اذیتش نکنید. اذیتش نکنید. ماما نه.
کنجه ما شما بگیریم. نه من چون این پاردومو داشته باش من عرض کردم CBCش معمولا یه نیم ساعتی تقریبا، آزمایش بیوشیمیش 24 ساعت احتمالا زمان میبره، سونوگرافیش هم که آماده میشه الان. بعد از خونگیری نوبت میرسه به سونوگرافی، عملی که در تشخیص بیماری حیوانات بسیار تأثیر گذاره. تا پاسخ آزمایش خون و سونوگرافی کنجد بیاد، سری هم به اورژانس بیمارستان دامپزشکی کامرانیه میزنیم، جایی که یک شهروند تهرانی یک توله گربه رو به سرپرستی گرفته. بچه‌ها اول تصمیم داشتن که یه گربه نژاددار بیاریم برای یه گربه‌ای که تو خونه دارم، بریتیشه. توی آگهی‌هایی که میگشتم اینو دیدم. این گربه حیوانی 2 روز بود توی یه مغازه‌ای نگهداری میشد. متاسفانه اون صاحب مغازه میگفت من امکان نگهداریشو ندارم و اگه امکان داره اینو نگهداری کنیم. دغدغه منم اینه که این سالم باشه، بتونه در کنار ما زندگی کنه. اینو پیداش کردم پیروز، میخوان آوردن ببینیم ما سالمه یا نه واکسنشو بزنیم. اما دکتر محبی علاوه بر معاینه و تزریق واکسن، یک نکته آموزشی و مهم رو هم بیان میکنه. وقتی ما واکسن میزنیم یه شبه بیماری تو حیوان ایجاد میشه، ممکنه 1-2 روز بیحال و بی‌اشتها بشه که شما اصلا به این بیحالی بی‌اشتهایی توجه نکنید. ولی اگه اسهال یا استفراغ یا هر مورد دیگه برش پیش اومد حتما به ما مراجعه کنین. چرا؟ چون ممکنه که تو این زمانی که من دارم واکسن میزنم این احتمالش کمتره ها. بیماری حیوان شما تو کمونش باشه. این بیماری‌های ویروسی یه دوره نهفتگی دارن که هیچ کس هیچ جوری تقریبا نمیتونه بفهمتش. مثل بچه آبله مرغونی میمونه که بچه آبله مرغونی امروز از بغل بچه دومی رد میشه، بچه دومی کی میگیره؟ یه هفته دیگه میگیره. تو یه هفته بچه دوم ویروس رو تو بدنش داره ولی کسی نمیفهمه. اینم الان همونه. شما این احتمال کمتر. یه سوال ساده، آیا به سرپرستی گرفتن و آوردن حیوانات در خانواده کار خوبیه؟ اگه کسی حیوانی از هر جایی میخواد بیاره، اولا حیوانی رو بیارین که اگه آوردنش از محیط بیرون ایراد نداشته باشه، یعنی حیوان حیات وحش و اینا رو کسی نباید بیاره. ولی اگه یه گربه یا توله سگ چیزی میخوان از محیط شهر پیدا کنن بیارن، قبل از اینکه ببرن خونه بیارن دامپزشک ببینتش. 3 هفته یه هفته. این میشه واکسن‌های بعدیش. از امروز این گربه کوچولو هم دارای خانواده شده. از نظر سلامت من خیالم راحت شد چون قراره در کنار گربه خودم زندگی کنه. واکسناشم زدن، حالا بهم تایم دادن تا تاریخ واکسن‌های بعدی. فکر میکنم که ما خیلی داریم سمت خرید نژاددارها پیش میریم و یه جورایی داریم تو این قضیه افراط میکنیم و این تفلکی‌ها که نیاز به نگهداری دارن رو داریم فراموش میکنیم. اینها هم همونن. اگه واقعا حیوونا رو دوست داریم از همه‌شون حمایت کنیم، نه فقط نژاددارا. برمیگردیم به بیمارستان ستاری و پیگیر حال کنجد میشیم. گربه 10 ساله‌ای که در مدفوعش خون دیده شده. باید یه خورده این قضیه مدیریت بشه. حالا فعلا چون یه نمودی به این شکل داده، از دارو کمک میگیریم، براش دارو میذاریم یا استفاده میکنین، انشالله قضیه حل خواهد شد. فقط یه موضوع که میمونه اون آزمایش هست که اونم حالا انشالله تا فردا جوابش بیاد. اگر مشکلی نباشه با همین دارو کلیتشو درمان. اضافه وزنشو چیکار کنیم؟ اضافه وزنشو اینه که اولا تشویقی تعطیل که میشه و غذای خودش هم بر اساس وزنش باید بهش بدین. یعنی اگه غذا خشک میدین، همه غذا خشکای جدول داره که نوشته بر اساس وزن چقدر در 24 ساعت غذا میخواد. پس من نسخه رو بنویسم بدم خدمتتون. کنجد درگیری جزئی در روده داره که با داروتراپی در روزهای آینده قابل حله.
اما اینجا لوسی، سگ 12 ساله‌ای که به دلیل بروز بیماری نادر مورد جراحی قرار گرفته بود، حالا مجدداً پس از چند ماه به چشم پزشک مراجعه میکنه. لوسی چشم چپش یه قده در آورده بود بالای پلکش، چند ماه پیش عمل شد. پاتولوژی که رفت گفتن که احتمالاً توده بدخیم به اسم کارسینوما و احتمالاً توده سرطانیه و بعد تحت نظر باشه اگر دوباره در بیاد و متاسفانه دوباره در اومد. بعد از 8-9 ماه دوباره آوردیم که نمونه برداری بشه. حالا امیدواریم که توده بدخیم نباشه و خوشخیم باشه. چشم پزشک ویژه حیوانات با توجه به شرایط لوسی اونو مورد بررسی دقیق قرار میده. تومور نیست. خب عملا جایی است بین پوست و مخاط ملتهمه، تو اون فضاست. اصلا میتونه بافت التیامی جراحی اولش باشه. آره دقیقاً بعد از 1 سال پدید میاد. خب ممکنه این چشم هم دوباره این داستان داشته باشه. اون چشم آره میتونه. اگه بشه همه این تلاش برای اینه که یه جورایی مریض مسن و زیر بیهوشی عمومی برای بار دوم برای اون با اون شرایط نبریم. فعلا بغلتون بشینه، اگه خونریزی کرد به ما بگین. آقای نوری میاد مرتب سر میزنه، منم نیم ساعت بعد دوباره میام میبینم. پس از چند دقیقه دکتر حامل یک خبره. خدا رو شکر نه حتی اون زیر برای ما این نیدلینگ ما یه خونریزی ساب کانجکتیوال ایجاد میکنه. اینم نشد. اوکیه دست شما بله، جای هیچ نگرانی نیست. نشونه های چشمی که سرپرستان لوسی با اون مواجه شدن و به اون اشاره کردن صرفاً ناشی از روند جراحی چند ماه قبله. اما مجدداً سر میزنیم به اتاق عمل، جایی که پنی، سگ 5 ساله‌ای که به دلیل پرش بر روی تخت دیسک کمرش پاره شد و تیم جراحی چند ساعتی مشغول درمان و جراحی اونه. جراحی ما تموم شد، حدود 1 ساعت و ربع 1 ساعت و 20 دقیقه طول کشید. خدا رو شکر جراحیش خیلی خوب بود، دیسکو تونستیم کامل خارج بکنیم. ما انتظار داریم که با یک نگهداری خیلی مناسب در هولوش 1 ماه آینده بتونه به زندگی عادیش برگرده. البته خب نگهداری‌های بعدش، مراقبت‌هاش، تجویز داروهاش، فیزیوتراپیش خیلی مهمه، میتونه کمک بکنه به اینکه زودتر به فعالیتش برگرده. از حالا پرستاری از پنی بسیار حائز اهمیته تا اون خیلی زود به شرایط قبلیش برگرده. یک هفته بعد دکتر وثوق دامپزشک پرندگان حسابی منتظره، چرا که امروز قرار نبات، همون عروس هلندی شیطون، مجدداً به بیمارستان بیاد تا مورد ویزیت قرار بگیره. نبات از راه میرسه. سلام، خسته نباشی. نبات آوردم. سلام آقای دکتر. سلام. خوبین؟ خوبه. قربان شما. روزتون بخیر. پرنده مقاومی بود، یعنی خوب جنگید، مبارزه کرد در زندگیش. با معاینه نهایی نبات مشخص شد که روند بهبودی به طور کامل طی شده و اون میتونه به زندگی عادیش برگرده. 1 هفته از زمانی که نبات مصموم شد گذشت. یه دوره درمانی داشت و الان بعد از 1 هفته آوردم که ویزیت نهایی بشه. آیتونم معاینه‌اش رو کردم به طور کامل. وزنش همه چیزش نرماله، خدا رو شکر. شیطون و سر حال. نبات، پنی، کنجد و لوسی. 4 قصه، 4 درد و 4 تلاش برای سلامتی. بعضی ها با سرم تراپی خوب شدن، بعضی ها با جراحی ساعتی و بعضی ها فقط با یه نسخه ساده.
اما همه اونا یه چیز مشترک داشتن. سرپرستایی که حواسشون به زمان بود، دامپزشکایی که تسلیم نشدن و شانسی که گاهی به داد موجود بی زبان میرسه. در قسمت بعدی باز هم در همین بیمارستان با قصه های تازه اما شاید با همون اشتباهات تکراری مهمونتون خواهیم بود. مراقب خودتون و فرشته هاتون باشید. عرض سلام خدمت مخاطبین این ویدیو. یه سالشه اصلا چیه؟ این مایه نیست من باب این که چه کاری میتونیم برای روند بعدش انجام بدیم، ولی ریپورتش رو میتونیم نویسیم آقا. استرس وارد میشه، نمیدونی چیه داستان چیه. مخالف جایی که بودیم اینجوری بود. اینجا توده داره میبینی؟ آره